من نمیدونم به کدام زبان باید گپ زنم. اسلام دینی پاک است و سیاست پلید. شما اگر پلید باشه پس گناه اسلام چیست؟ گناه دین چیست؟ خب یک سوال دیگه هم البته درباره سیاست و اسلام نوشته است. یک دوست نوشته است که تو میگویی که اسلام سیاست هست. تو میگویی که اسلام سیاست هست. برای چی اسلام پاک را با سیاست پلید خوش میکنی؟ یعنی دوستان سوال میکنن که تو دائم میگی که اسلام سیاست هست در حالتی که خب اسلام پاک است و سیاست پلید است. من از تو فرما خواهش میکنم در این باره یک ویدیو باید کنیم، یک نواری که الهیده است، بفهمانیم که در کجای اسلام سیاست هست و سیاست پلید نیست. پلید سیاست مداران هستند که سیاست غلط و پلید میبرند. اسلام دینی پاک است و سیاست از اسلام است. من بازم تاکید میکنم که لا اله الا الله و محمد رسول الله این یک شعار سیاسی است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی آمد چیکار کرد؟ رسول اکرم ریولوچه و انقلاب برپا کرد. انقلاب در اذهان، انقلاب در قلبها، انقلاب در جامعه ها و در دنیا برپا کرد. مگر این سیاست نیست؟ این لا اله الا الله اگر سیاست نمیشد امروز 1.5 میلیارد آدم پایبند این دین میشد. چرا شما میگید که اسلام سیاست نیست؟ به خدا قسم این بی انصافی است. تا این حد این دین پایین آوردن و این دین مسخره کردن که اسلام سیاست نیست. شما پلید کی است؟ پلید همون سیاست مدار است و اسلام دینی پاک است. البته سیاست هم یک چیزی پاک است، ولی کسایی هستن که ناپاکن، پلیدن، میبینن با همون کثافت خودشون سیاست هم پلید میکنن. اسلام دینی پاک است البته و سر تا نوع اسلام همش سیاست است. اگر سیاست نمیشد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک جامعه مثل جامعه مثلا مدینه نمیساخت. امکان نداشت. شما چگونه میتونید سیاست خب جامعه بسازی وقتی سیاست نداره؟ چگونه میتونستید؟ اگر سیاست نمیشد نفرای را مثل عمر، مثل عثمان، مثل خالد ابن ولید شما میتونستید اینا را تربیت کنی؟ خب دیگه درنده بودن، وحشی بود قریش. ببینید چی کارا میکردن، چی فرزندای خودشون زنده به زنده گور میکردن. برای یک چوب جنگ میکردن، سالهای سال دیگر را میکشتن. مثل همین روزه ما شما کلابی و ونجی و بدخشانی و اینا، اونا هم دیگه چی اوس و خزرج و قریش و فلان و بسمدان بودن، با هم جنگ میکردن. این به کرامت و به شرافت اسلام و سیاست اسلامی بود که اونا آمدن با هم دوست شدن. امروز اسلام دنیا را چی تسخیر کرد؟ الحمدلله همون روزم و تا امروزم. مگر سیاست نیست؟ سیاست این امور جامعه است. سیاست برای امیرا، برای شاهها و برای رهبرا است. برای چی؟ برای که این جامعه‌ای که در فساد غوطیده است این جامعه را از فسادی بیرون آورد. این را میگن ساسیاسیسو. این کلمه عربی است. البته شما دوستایی که نمیفهمن این کلمه عربی است. سیاست این مصدرش هست، یعنی تدبیر امور جامعه. تدبیر چی؟ این جامعه را رعایت کردن و عدل و عدالت در این جامعه پیاده کردن و مردمی که در فسق و فساد غوطیده است از این فسق و فساد بیرون آوردن. این را میگن چی؟ سیاست. خب دیگه من نمیدونم به کدام زبان باید گپ زنم. اسلام دینی پاک است و سیاست پلید. شما اگر پلید باشه پس گناه اسلام چیست؟ گناه دین چیست؟ شما که پلیده گمان میکنی همه چی پلید است. همین است. و هر دینی که شما میگید که مثلا سیاست نداشته باشد، اون دینه بالاش محکم کنید برای در حاجت خانهش پرتوی. اسلام سیاست نداشته است. خیلی شما باور کنید گور خوردید که اسلام سیاست نیست. اسلام سرتاپا سیاست است. هر کی میگوید اسلام سیاست نیست باور کنید او خودش اصلا دین نداره. شما ببینید دینای دیگر رو ببینید. این خود همون زردوش اینا جامعه نساختن.
اسلام قانون دارد. شریعت قانون جامعه است. شریعت اسلام قانون جامعه است. ولی دیگه دینها شریعت ندارن. شما ببینید مسیحیت، شما ببینید همین زردشتیت و دیگر غیر از همون پند و هیچی دیگه ندارن. شما قرآن ببینید، بردار نگاه کنید، تمام تدبیرات جامعه، علاقه ها بین زن و مرد، بین پدر و مادر، بین دیگه تمام امور جامعه در اسلام هست، در قرآن هست. شما از قرآن به تمام سوالاتان پاسخ دریافت میکنید. با تمام سوالاتان از قرآن پاسخ پیدا میکنید. چگونه میگویید که شما این دین سیاست نیست؟ ولی شما برید دین مسیحیت بینید، شما ببینید همه دین زردشتیت بینید، شما چی میبینید؟ شما قانون میبینید. شریعت این قانون جامعه یک مسلمانی است. چگونه شما امروز کشورهای اسلامی داریم، چگونه این کشورهای اسلامی حکومت میکنند؟ خب با واسطه قرآن این چی قانونی جامعه اسلامی و مسلمانی است؟ مگر این سیاست نیست؟ خب برادر، این یک موضوع، یک بحثی بسیار بیکنار است، اسلام و سیاست اسلامی. بنابر همین ما امروز امکان نداریم در این باره صحبت کنیم، ولی چون خب سوال آمده است باید به سوال پاسخ دهیم و این سوال خطی آمده است به ما.